بزن همچو تزرفی چمن. جلوه بده دامن گل پیرهن. سرف توی لیک خرامان بناز. ناز پسندد همه اهلی سخن. خیمچه نازوک میان تاب ده. تاب خورد هر نفسم در بدن. نور ضیا بخش ز ماه رخت. خنده بکن شعله به جانم فکن. دست بیفشان و سبوک پای کوب. خیر نسا، خیر نسای وطن. لسان الغیب حضرت حافظ می فرماید که رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد، خاصه رقصی که در او دست نگاری باشد. عرض سلام و عرض ادب خدمت بیننده های عزیز و یک سلام خاص به مهمان محترم برنامه که امروز ما با خود داریم، خیرنسا وطنزاده، هنرپیشه شایسته تاجیکستان. بسیار خوش آمدید و برنامه خود. سلامت باشید. از التفاتتون ممنونم. خیرنسا وطنزاده، هنرپیشه شایسته تاجیکستان. موصوف 4 می سال 1971 در شهر کلاب چشم به عالم هستی گشاده است. هنوز از زمان تحصیل دبستان خیرنسا در کروژاک هوسکاران مکتب به حیث آوازخوان و یک رقاصه میان آموزگاران و طالب علمان محبوبیت پیدا کرده بود. بعد ختم مکتب میانه به دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده داخل شده نازکی های هنر زیبای رقص را از استادان می آموزد. سال 1990 در انسمبل فولکلوری اتنوگرافی فلک شهر کلاب به حیث یک رقاصه و آوازخوان فعالیت ایجادی داشته است. برای تکمیل کسب خویش از سال 1991 تا سال 1995 در آموزشگاه صنعتی به نام قربانوی شهر کلاب در شعبه خورئوگرافیا تحصیل نموده است. از سال 1995 تا سال 2006 در دسته هنری مرزبان کمیته سرحدات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به صفت سربلدمیستر کار و فعالیت داشته است. خیرنسا وطنزاده از سال 2005 تا سال 2006 در انسمبل دولتی لاله فعالیت داشته در سالهای گوناگون به کشورهای آلمان، نروژ، هلند، روسیه، ژاپن، لهستان، مجارستان، ترکیه و جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی سفرهای هنری انجام داده است. رقاصه خوشخرام است. همیشه به نوآوری در هنر تمایل نشان داده راه و روش و سبکش را دریافته است. برنامه‌اش رنگین است. رقص‌های اویغوری، هندی، عربی، روسی و دیگر خلق‌ها را نکو اجرا می‌کند. اما میلش بیشتر به رقص تاجیکی است. آراسته، روی تو لالگون، جوانی، نازیار، بهار، خاطره و غیره از جمله بهترین رقص‌هایش هستند. مخصوصاً رقص کرتچکن را دلربا ادا می‌نماید. اشتراکدار بسیار جشنواره‌های صنعتی رقص می‌باشد. بانو خیرنسا در کسب خویش بیشک استاد شده است. حالا با چی کار و بار مشغول هستید؟ غیر از آنی که زن، مادر و یک دیگر کارا رو به دوش داریم و هنرمندان پیش از همه در فکر ایجاد، نوگانی، نویگری و همین. کی در دل شما همین شعله رقص را برافروخت؟ با وجود آنی که از خردی این شوق و ذوق این کسب این در دل من بیدار شد و این هم باشد از دستگیری و مدد و از مهربانی های پدرجان و مادرجانی عزیزم که خیلی خرد بودم. ذوق و شوق این کسب یعنی این هنری رقص رو، این ژانر دوست داشتنی زیبا پرستی رو
خیلی از خوردی در دل من وادار نمودند و همین بود که با دعای پدر و مادر و با دستگیری آنها و با پیشنهاد پدر و مادر بود که من تا امروز شاید رسیدم. در زمان خردی رقصی کیها را بیشتر تماشا میکردید؟ از همون لحظه هایی که مثال سرود رو میفهمیدیم، موسیقی رو میفهمیدیم، درد و علم موسیقی رو و شیرینی موسیقی رو میفهمیدیم، معنی رو درک کردیم. چون من براستی اگر درستتر باشد قید کنم که من در محیط بوایر هستم، یک محیط زیبا، محیط فرهنگی، محیطی که گرچند شخصانی عادی، کارگر عادی هم که بودند، خیلی و خیلی یک محیط زیبا پرست بود. یعنی منظور شما خانواده بود؟ بله و محیط زیبا، همون طبیعت زیبایی که من در اونجا بوایر رسیدم و این ذوق، این شوق از خوردی، از همون زیبایی. من یک چیزی که به خود گرفتم که همون دستگیری و مدد والدین، عائله و محیطی که من رو احاطه کردگی بود، همون قشلاقه که من در اونجا تولد شدم، در همه چاره‌بینی‌های مکتب و که اشتراک میکردم، همین ذوق، همین شوق رقصیدن باز هم با دستگیری و با مدد و با یک روح بلند کنی همین محیط باز در دل من زیاد شد. جورابک مرادوف یک سرود زلیخا میخواندند و ترانه ایرانی بله هنرمند زیبا ملکه رقص تاجیک، اگر گویم خطا نمیکنم ملکه خواندار و میرقصیدند. با ذوق تماشا میکردم. و میخواستم ملکه شدن. گاهی با خود میگفتم که من باید کلام شوم، ملکه شوم. چون ملکه شوم با مرور وقت زمان بعداً فکر کردم، وقتی که آهسته آهسته قدم نهادم در این ساحه، این راه را پیشه کردم و بعداً حس کردم و بعداً فهمیدم که هر یک فردی که کدومی که خواه زن خواه مرد راهی خود را داشته باشد، ژانر خود را داشته باشد، چون که تقلید پاینده نیست. درست. باید که یک سبک و اسلوبی خود را داشته باشم. من باید خیرنسا باشم، من باید خیرنسا شوم. در خانواده پدر، مادر یا خواهر نفری بود که رقص میکرد یا اینکه سرود میخواند؟ نه نشده است. خیلی که در عائله ما پدر مادر من 8 فرزند بوایر رساندند. یک نفر من صنعتکار شدم و این هم باشد این راه پرپیچ و تاب، یعنی که ژانر رقص رو که ژانر از همه فکر میکنم مشکل تر، مخصوصا یعنی برای به سخن یک داستان را قصه کردن است که فکر میکنم همه ژانرهای
санат мушкилӣ доранд, лекин жанри ҳамин рақс фикр мекунам махсусан боз барои ҷинси зан хеле мушкил аст. در مکتب کودکی صنف 1 2 3 رقص میکردید؟ بله، از قدم‌های اولین می‌رقصیدم، چون که از همون لحظه‌ای که خیلی خرد بودم صاحب عقل گشتم و من می‌رقصیدم. در صدای یگان موسیقی فورم می‌رقصیدم و زیاد مرا به صحنه و رقص پدر و مادر دعوت می‌کردند. از استادان چی؟ در آنجا نیز معلم موسیقی و سرود حس کردند آن ذوق باطنی من را. و من از قدم‌های اولین در صحنه در همون چاره‌بینی‌های فرهنگی اشتراک می‌کردم، سرود می‌خواندم، می‌رقصیدم و همین خیلی شد که در صنف 5 6 الکی من سرداری همون دسته هنری همون مکتب بودم. فیلم های هندی بودن که خیلی رقص های زیبا داشتن. تا کجا شما را زیر تاثیر می توانستن بگذارن اون رقص ها؟ بله، بسیار درست قید کردید. فکر میکنم تا حالا نیست یگان شخصی که فیلم های هندی را، سرودها و موسیقی های هندی را با ذوق تماشا نکند و حلاوت نبرد. خاصه همون رقص های کلاسیکی که دارن. ضرب های ما، بعضی حرکت های ما، بعضی ایما و اشاره های ما با هندوها خیلی شباهت دارد. بله، نزدیکی دارد و خیلی از اون فیلم ها، از اون موسیقی ها و از اون هنرمندانی تئاتر، از اون هنرمندان از یک چیزی که از هندوها هم گرفتم. چون که اون زیبایی، اون طبیعت زیبا و اون موسیقی های فورم و اون یک خواهیم نخواهیم برای هر یک شخص، مخصوصا برای هنرمندانی ساحه رقص، خواهیم نخواهیم یک ذوق، یک چیز میدهد. بله، و آن چیز فعلا شما گفتید که یک چیزی که من از ایشان گرفتم، موسیقی هندوستان هم شکی نیست که از موسیقی زمانی باربد ما، از زمان خیلی قدیم ما نگرفته باشد. چرا که ببینید مثلا امیر خسرو دهلوی اختراعکار ستار است، طبل است. و در آنجا مردم فارسی زبان، تاجیکان که در اونجا بودن، ایشان با موسیقی، با هنر سر و کار داشتن. ساحه رقص همون درد، همون ناله هر یک اسباب رو باید حس کند اساساً در باطینش، در باطین اساساً، و اون ریتم، اون شیرینی و اون درد و اون هیجانی که از باطینی هر یک اجرا کننده ساحه رقص است، باید که همون در وقت اجرایش با درد و با همون نوازش هر یک اسباب یا سخن باید که آمیخته باشد، هماهنگ باشد و اون وقت باید پیدا می شود یک رقص موزون، دلچسب، تاثیر بخش.
میتواند که همین رقص هم خب آبرز یک خراکتری یک حالتی انسانی را بازکشایی کند. اجرایش رقص تنها رقص شوخ نیست، هر گونه پیشنهاد باید شود. برای شما کدامش بیشتر خوش است؟ در هر گونه موسیقی خود را سنجیدم و هم اینو هم اون، چون که هست حالت، هست جای یا برنامه یا محیطی هست که در آنجا بسیار هم مثال یک دانندگان، یک محیطی هست که در آنجا سخنی بلند و آن چیزی که از سخنی کلاسیکان ما، گذشتگان ما، بزرگان ما هست که در ژانری، در یک روشی آرامبخش، در یک روش فورم سراییده شده است و در آن سخن لازم است یک حرکت رقصی را نشان دادن و هست سخنانی که به زیبایی خانم و طبیعت زیبا بخشیده شده است. در این حالت هم پیشنهاد کردن رقص لازم است. شما موافق هستید که همین رقص مردانه با رقص زنانه امروز تا جای به هم خیلی نزدیک آمده شدن و همین را شما چگونه میپذیرید؟ بله، این درست است یا که باید چنین نباشد؟ درست قید کردید، لیکن من میخوام باعث خفگی رقصنده های این ساحه، یعنی جنس مردان، رقاصان ما هستند که در گروه های هنری، در انسمبل ها فعالیت دارند و قبلا عذر میخواهم که نباید این گونه باشد. باید که رقص مردانه باید که 100% از رقص زنانه فرق کرده باشد. اون لطافت و اون ایما و اشاره ها و اون نازکی که در رقص زنانه هست تماما این چیز باید در رقص مردانه نباشد. بله، در رقص مردانه باید یک جسارت و یک تماما یک اشاره های مردانگی 100% باید که از رقص زنانه فرق داشته باشد. خوشبختانه هستند میخیل استادانی که به مانند هنرمند مردمی تاجیکستان فیض‌الله کریموف که خیلی و خیلی عمر با برکت خود را از قدم‌های دانشجویی تا امروز در همین ساحه رقص صرف نمودند و تا امروز بهترین اجرا کننده رقص مردانه هستند. تهیه‌گر رقص مردانه نیز هستند و استادی بنده در همین ساحه رقص از قدم‌های اولین که من بالای صحنه کلان نهادم فیض‌الله کریموف استاد خود می حسابم و همین گونه هم هست و فخر میکنم که چنین استاد دارم و حالا باشد در دانشکده صنعت همین درس را می آموزند. خود شما شاگردان دارید؟ چون شما در این ساحه که خیلی کسبی هستید. بله، سلامت باشید. چندین سالها در مکتب که درس زیبایی می آموختم و از حساب ذوقمندان و خواهشمندان دوستداران ساحه رقص از حساب کودکان یک گروه که تأسیس نمودیم و با این گروه کار کردیم و یک هستند شاگردانی که تا امروز بالای صحنه هم که نبرآمده باشند و در چاره‌بینی های خرد خرد این هنر را معرفی میکنند. از مهربانی و دستگیری های سرور
کشورمون گروه های رقصی کودکانه خیلی و خیلی تشکیل شدند و می توانند از این گروه ها استفاده برند، از موسیقی ها، از حرکت ها، از رقص های بنده استفاده می برند و با مصلحت ها، با دستگیری و با مدد من همکاری میکنند و فخر میکنم از این. باری بود که در صحنه شما میرقصیدید یا سر شما چرخید یا پا کمی لط خورد؟ سفری که در نروژ بودیم همراه استاد دولتمند خالف رقصی سمو را اجرا کرده بودم، چون که از اول تا آخر رقصی سمو با چرخیدن است. بله. چرخیدن است. کمی اندر کمی اجرا کنندگانی ساحه رقص طرف چپ به ایست 10-15 تا 30 دقیقه طرف چپ باید که با یک حالت چرخ زنم و من وقتی که رقصی سمو را اجرا می کردم یک کلویدم و باز خود را داشتم و تا آخر رقص را تماشاگر احساس کرد یا خیال کرد که باید چنین باشد؟ فقط همون گروهی که با ما بودن احساس کردم و بعدا گفتند که ما حس کردیم که کمی شما سر شما چرخ زد، نباشد باز دوام میدادیم. درست. شما کدام نوعی تماشاگر را دوست می‌دارید؟ البته که هر یک هنرمند نوع بسته از آنی که در کدام ساحه باشد، تماشابینی تماشاگری فعال، تماشاگری ذکی، تماشاگری که حس کند هنرمند را، هنر را قدر کند، با چی نیت، با چی مقصد به اون تالار وارد شده است و همین خیل تماشاگر را میپذیرد و دوست می‌دارد و بنده نیز میخواهم که همین تماشاگری که رقص را، نازکی رقص را، مشکلی رقص را، هر یک حرکت ها را درک کند و موسیقی بلند، یک فکری سخن را فهمد و یک به قدر هنر برسد. بله. چند سال است که شما در صحنه می‌رقصید؟ طولی 30 سال سپری شد که بنده در این راهی پرپیچ و تاب کار و فعالیت دارم. و در همین 30 سال کدام کنسرت بود که شما در صحنه رقصیدید و شما را خیلی آرام، خوب، زیبا و با بسیار معرفتی بلند تماشا کردند؟ این خیل حالت ها زیاد در خارج روی میدهند. رفتی برنامه ها با همین قدر یک مدنیتی بلند، با یک ذوق بلند، چون که ما که در تاجیکستان فقط مخلصی ما با قرصک ها، با سخن ها، با یک ذوق، با یک رقص پیشواز میگیرن هنرمند رو و یک تالاری روشن که رو برو هنرمند مخلصان رو با چشم مخلصان نگاه کرده هنرنمایی میکند. خیلی مشکل نیست مشکل در چشم تماشاگر نگاه کردن؟ خیلی مشکل است. نه هر یک نفر میتواند که هم از خود هنری خود را پیشنهاد کرده باشد و هم حس کند بر چشم هر یک تماشاگر نگاه کرده، ذوق هر یک تماشاگر و مهر و محبت هر یک تماشاگر را حس کرده باشد. در تاجیکستان ما باشد این حالت هم روی داد که من در یک برنامه هنری استاد جورابیک نظری بود که خیلی و خیلی یک برنامه خاطرمون هم بود که همه اهل سخن، همه اهل فرهنگ، همه عالمان، همه بزرگانی که در اون برنامه شرکت داشتن، حضور داشتن، خیلی و خیلی خاطرمون بود که بنده نیست با اجرای 2 رقص زیر صورت‌های استاد اشتراک داشتم و رقصایی که من در اون برنامه اجرا کردم، رقصهای من نیز تماما اسلوب دیگر بود. وقتی که من رقصیدم در برنامه استاد، همگان تماشا کردن و راحت کردن، گفتن که خیلی نیسا در این اسلوب نیست می رقصید است. از تو سپوری
توانی. اساسا خودم راحت کردم. خودم از بلندی آن سخن، از آن موسیقی ها، از انتخاب آن سخن های موسیقی ها و از اجرایش و زیاد از قبولی تماشاگران این تالار خیلی راحت کردم. از خارجه بپرسیم، جالب ترین خاطراتی که از آنجا شما چنین تأثیرات برداشتید؟ در خارجه زیاد از تاجیکستان، از تاجیکان ما، از هنرمندان تاجیکستان، از زیبایی تاجیکستان، از آن لباس های شینم و زیبای رنگارز و رنگاربیز تاجیکان و تاجیکستان پرسان می شوند و در خارجه یعنی؟ بله، و خیلی پرسان می شوند و خیلی می خواهند که یک چیزی که دانند پرسان می شوند و از آن شخصا وقتی که من بارها که در خارج کشور با هنر و با سفرهای هنری که اشتراک میکنم، خیلی یک از لباسهای من، از کاری لباسهای من، از هنری ما، مخصوصا از آرایشات ما پرسان میشوند که آرایشات شما، اینقدر آرایشاتی که شما ببر کردید، اینقدر لباسهایی که شما ببر کردید، همون لباسهای بسیار هم وسیع و گلریز و گلبیز و رنگ که اونها همه محصول دستند. همه محصول دستند، ولی همه هنرهای دستی هستند، قدیمی هستند و یک تاریخ کهن دارند. خیری وطن و یکی از آن هنرمندان است که در رقصهای خود بیشتر از پیراهن‌های چکن استفاده می‌برد. موصوف در گلدوزی‌های تاجیکانه حکمت اجدادی را پیدا نموده است. هر یک این گل‌ها یک معنای خود را دارند. مثال یک مضمون و معنا دارند و یک نازکی دارند. چقدر با یک رشته‌های باریک در وقت زیاد چقدر میده کوک زده آماده می شوند. اینجا پنجه و پای گنجشکک، منای کنگره و آوه این خط سیاه و این گلهای آفتابک و ماهتابک و سیبرگه و همین گلهایی که آمدن، هر یک اینها رو آن هنرمندان آن وقت نامگذاری کرده بودند و به همین معنا، یعنی که همه اینا رو از طبیعت گرفته به همین معنا همین گلها رو میکشیدند، میدوختند و ببر میکردند. خیلی و خیلی اهمیت میدهند و پرسان میشوند و زیاد حیران میپرسند که چقدر وزن دارند. همین همین لباس، همین کاکول‌ها، آرایشات زر و زیور نقرگینی که چقدر وزنین دارند و همون لباس ها چقدر وزن را شما ببر کرده و با وجود این مشکلی ندارد که اینقدر با لباس وزنی شما میگفتن که وزنشون چقدر است، شما چی میگفتید؟ اکنون من برعکس، اگر من اینقدر وزنی رو ببر نکنم، خیال میکنم که باز همون حرکت های من، اجرایش رقصی من باز زیبایی ندارد. در شویتزیا بود و من فکر کردم که همین قدر انتظار شده، آرام انتظارم که حالا چراغ‌ها گریان میشوند و بعد تماشابینا میدرآیند و بعد تالار پر از تماشابین میشند، باز با یک همین غلاغلای و کفگوبی و همین بعد آغاز میشود، چون که ما همین قدر سال همین خیلی عادت شده است. بله. و بعد آرام آماده تیار انتظار شده ایستادیم و یک باره چراغ‌های تالار خاموش، یگان روشنی نیست و یک باره قرصک ها از قرصک تالار، از قرصک تماشاگران یک باره هنرمندان به صحنه برآمدند
و تا اون وقت ببخشید شما گمان کردید که در تالار کسی نیست؟ کسی نیست. گفتیم که این چه خیلی وقت نگاه میکنیم. گفتیم وقتم از 1-2 دقیقه 1 دقیقه مونده است. او چه خیلی 1 دقیقه 2 دقیقه مونده است. با همدیگر پرسان میشدیم که چرا که آغاز نمیشود؟ مردم نمیآیند؟ بله نمیآیند. یگان آواز نیست، یگان وای نیست. و یک بار چقدر چند کی آمدند و چه خیلی در آمدن شیشتند و وقتی معین آغاز برنامه صدای قرصک های تماشاگران بلند شد و همون وقت یک بار هنرمندان زیر قرصک های، چون اونجا غیر ما تاجیکان تمامی فارسی زبانان جهان، بله تمامی فارسی زبانان بودند و همه هنرمندان در یک جایگی از همه ملت ها در یک جایگی هنرنمایی میکردند و نوازنده ها نیز از همه کشورها انتخاب شده بودند و همون زیر قرصک ها یک بار هنرمندان با اسباب پرده باز شد. بله همین هیچ از یادم نمی رود و من نیز. و تالار پر است؟ تماما جای نیست، خالی نیست. تا پشت پیش صحنه پر تالار و همین قدر مخلصان تماشاگران یک فعال هستند که چقدر آروم به سخن، به حرکت، به هر یک حرکت، به هر یک نازکی چنان نظر می‌دهند، چنان اهمیت می‌دهند که هر یک هنرمند نمی‌تواند که در پیش این خیلی مخلص در آن حالتی که من بودم هنرنمایی کند. و من از این الهام گرفتم. براستی باز هم یک حرکت هایی که من تهیه کرده بودم، آن حرکت ها تماما از فکری من دور شدند و من تماما یک باز حرکت بهتر رقصیدید. بهتر و اون ضرب پایی که من در آنجا اجرا کرده بودم فکر میکنم دوباره اون ضرب پا رو شاید اجرا نکرده باشم. چونان مایده ضرب پا اجرا کردم، چونان مایده یک اشتباه و نازهای وای کردم که این در همون سامانه های اینترنتی حالا هم هستن. کدام وقتی که از این دیدن میکنم همون لحظه ها، همون مخلصان، همون محیط مرا پیش نظر می آید. از فرزندان کسی دنبال هنر شما رفت؟ نه. مثل آن که در خانواده شما کسی نبود ولی از اون محیط شما برآمدید؟ بله، سرکرده از شوهر تا فرزندان من خیلی دوست می‌دارند، موسیقی را نغز می‌فهمند، با من همکاری می‌کنند، با من مصلحت می‌دهند و شکر می‌کنم از آنی که عائله من محیطی که مرا احاطه کرده است از قدم‌های اولین تا امروز هم صحبت و مصلحتگر و دستگیر و مددگار منند. دوست می‌دارند صنعت را ولی در این راه را پیشه نکردند. مهم نیست که همه آوازخوان باشد، رقاص باشد یا اینکه رقاصه باشد، نمیدونم. مهم آن است که انسان درک هنر را داشته باشد. فکر میکنم که نیست عائله‌ای که در تاجیکستان ما همین نیست عائله‌ای که در آن عائله موسیقی نباشد، سرود نباشد، فهمیش درک موسیقی و سرود نباشد. هر یک عائله تاجیک و تاجیکستانیان ما صنعت دوست می‌دارند، موسیقی را میفهمند و میپذیرند. خب یک سوال دیگر دارم، این بین من و شما که کسی هم خبر نداشته باشد بود که نامه می نوشتن به شما و اظهار محبت میکردن؟ بود، براستی این خیلی حالت بود. در دوره های جوانی خیلی و خیلی زیاد بودن و بعدن باور میکنم. بله نامه میکردند به کارگاه، به خانه، به مکتب و من اون نامه ها میرسیدن. لیکن یک وقت عائله تشکیل کردم در عائله، در خانه، در محیط خانگی شوهر و فرزندان می نشستیم که همین خیلی مکتوب به خانه من آمد. نامه رسان نامه بله. آمد. همین خیلی مکتوب آمد و کوشیدم از نامی کی باشد، نامش بالای ورقه کاغذ نامه ثبت نشده است، یک مخلص ناشناس و به نام و به ثبت. بعد کوشیدم در عائله من که تا امروز یگان فکر و یگان کار و یگان نقشه تا حال از پیش خود به مصلحت عائله نکردم و گفتم چی باشد میکوشیم
و اون کس را گفتم که ایستید من میکشم که ببینیم چی باشد، شاید خطا شده است و همین نشانی مو همین مکتوب. گفتن که نه گفتن که بخیرین سو و تن و میرسونید. گفتم خب به هر حال ایستادند و ما کشادیم. دیدم که میخواست است که عائله بنیاد کند و اظهار محبت کرده است و خیلی تعریف و توصیف و من عاشق هنر شما بودم و بعداً که تماشا کردم یک مهر محبت دیگر پیدا شد. من هم عاشق شما هم عاشق هنر شما، من همگون حیران شدم. شوهرم من گفتن این خیلی می شود، این یگان جایی وای ندارد. اساسش که من میدانم که کسب و کار شما چی هست، چه خیلی است و اساسش که مهر و محبت هست، یک دیگر فهمی هستند این خیلی مخلصان. رقص تو گر سبک اجاز است در روی زمین، پیش من یک سبک پرواز است سوی آسمان. رقص تو هرچند بحری بیغمان یک دلخوشی است، بحر من یک عالمی درد است، دردی بی امان. هر نگاهی تو به عمق دل اشارت می کند، هر ایمایت جان مسکین را حمایت می کند. لرزه های میشه هایت برق افشانی چشمی سرمسایت، زخم ناسوری محبت را طبابت می کند. گرچه به آواز می رقصی به گوش آوازی توست، پرده دل پرده های چشم پایندازی توست. شوخ شنگ و مست و مغرور آنقدر نزدیکی از دور، گوی صحنی سینه من صحنه اعجاز توست. خیرینسا خوشبختی را در چی می‌بیند؟ خوشبختی را در تینجی و امانی تاجیکستانی عزیزم، در خرسندی و صحتی و سلامتی عائله سالم. زندگی را چیش برای شما بسیار خوش است؟ خوشبختی و خرسندی و محیط احاطه عائله و فرزندان و تینجی و آرامی و موفقیت ها. امروز یا فردا جوانی ما را ترک میگوید. ما میخواهیم یا نمیخواهیم. پس از آن شما حسرت میکنید یا نه؟ البته که حسرت به حسرت که نمیشه. بله. بود لحظه که از شادی خیلی گریستید. اشک شادی بود ولی گریه کردید. بله خیلی زیاد. لحظه هایی که یاد میکنیم از بزرگان، از والدان، بله، که شخصانی که ما را دستگیر و مددگار بودند و در کنار نیستند. درست. هلالی میگد که مرا در بین مردم گریه به اختیار آید. بله همین گونه. بار فکر ترکی رقص کرده اید؟ نه برسته. شما لاتاری خریدید و 200,000 سامانی برد کردید. و چی صرفش میکنید؟ به همون یتیمان، به همون دستنگران و بیمارانی که محتاجند و محتاج دستگیری و مددند. از تقدیر راضی هستید؟ البته راضی هستم. از چی پشیمانید؟ پشیمانی یک چیز است که همین آرزو و تمنیات والدینم بود، همین رو در وقتش اهمیت ندادم. یک آرزوی دیگر، اگر ماهی طلا در شست شما افتد، 3 شرط شما چی است؟ لحظه‌هایی که گذشتند و افسوس میخوریم، شاید میفتیم که برگرداند.
خب با چی؟ و باز میگفتم که شخصانی که از کنارشان دوریم شاید میگفتند که یک بار دیگر شود که اونها باشند به دیدار برسیم. بله به دیدار برسیم. سرمایه نمیخواستید؟ به این نمیشود برای کلیپ برای در دیگه. زندگی برای هنرمند به این نمیشود البته که بسیار خوب. کدام نوع تحفه را دوست دارید؟ فکر میکنم همه تحفه یک ارزش دارند، لیکن برای خانوما برای زنها از همه تحفه‌ای که روح بلند میکند این تقدیم گل هاست. نخستین بار 1 سپتامبر وقتی که شما به صنف 1 رفتید در یاد مانده است؟ بله بله خیلی فکر میکنم که هیچ وقت فراموش نمیشود، چون که آن وقتا با یک تنتنه و با یک بزم و طرب و اهل و عائله کودکان رو با یک بزم دف و چنگ و یک کرتچه های امیتن از متای پختگینی سرخ جگری و گلچه های گلدوزی داشتند. همه باید که همین گونه می پوشیدند و بعد وارد می شدند به حولی مکتب و همون کرتچه های سرخکی گلدوزی ولی همون مخصوصا تهیه کردند همه مادرها برای کودکاشون دخترچه‌هاشون و با همون دف و چنگ و دایره و رقص کنون تمام همسایه ها خیشتبارا ما رو به مکتب وارد میکردند و به صنفخانه وارد میکردند و تا نزد داسکه همون صنف تا نزد هم تخته صنف ما میرقصیدیم و در نزد تخته صنف ما رو پیشواز میگرفتند. معلم اولین و خیلی معلم اولین کی بود؟ یادشون بخیر باشد. معلم اولینم عظیم و نغزگل خیلی یک زنی فعالی مهربانی با سواد بودند که تا 4 ساله که ما از صنف 1 تا 4 بله از صنف 1 تا 4 درسی یک آدم و آدمگری یک درس گرفتیم از اون کس که در خاطرات هر یک خواننده هر یک شخص میموند. شده بود باره که از معلمم یک شلاق خورده بوده؟ آغاز یک برنامه کنسرتی بود در مکتب که من زیاد آماده شدم و من باید آغاز میکردم برنامه رو و سرود میخوندم و زیاد آماده شدم و دیر کردم کمی که اومدم که آغاز برنامه و معلم شلاق نخوردم و یک سخت جنجال کردن که تو چی اینقدر دیر کردی آماده شدی سازو باز کردی و این مرا یک درس شد. چون حالا تا این قدر سالی که من همین ساحه رو همین جاده رو پیشه کردم و تیز آماده می شوم پیش از برنامه. یعنی مسئولیت شما رو بیدار کرد. بله سلامت باشید. خب سرود گفتید، سرود میخوانید شما؟ میخوندم همون یعنی در زمان گذشته در وقتی که قدم های اولین رو به همین صحنه کلون گذاشتم من از آغاز کردم از سرودخوانی. حالا فکر کردم که اگر هنرمندی که آینده همین ساحه رو همین راه رو پیشه کند باید یک ژانر رو انتخاب کند و همون ژانر رو تا آخر برده رساند. بار در سر هوای نقش آفریدن در سینما بود؟ نبودو، لیکن همین خیال شد که من با سینما هم در سینما هم خود را سنجیدم و یک نقش کوتاهکی رو که به دوش من سپرده بودند در فیلم اشک و شمشیر اجرا کردیم و با من مقبول شد. گلیزار چیگاه سربازها آمدن آتش زنید آتش زنید
ساحه سینما خیلی یک مشکلی ها و نازکی های خود را دارد. قرائت شعر را دوست می‌دارید؟ بله دوست می‌داریم. 2 مصرع قرائت کنید یا 4 مصرع؟ کجایی مادری بکینه ما، سراپا ثروت و گنجینه ما. مادر من فدای قلب زیبای تو میشم مادر من. همین ای مادر که یاد کنم کمی وای میشه. این طبیعی هست. فارغ از کار به چی مشغول هستید؟ زیاد گوش کردن موسیقی و بسیار. بله. سبقی که در عمر گرفتید و همیشه به کار می آید چی بود؟ سبقی که از والدین گرفتم. از چی خوشتان می آید و از چی غمی می شوید؟ یعنی غمگین می شوید، افسرده می شوید. از بردباری ها، از خوشنودی ها، از موفقیت هایی که در کار در عائله می شوند خوشم می آید همیشه. و از چی افسرده می شوید؟ از لحظه های خوشی که پس سر شدن دیگر نمی آیند. اگر عصبی شوید خود را با چی آرام می کنید؟ البته که آنچنان زیر موسیقی دوست داشتنی می رقصم و از صدق دل می رقصم تا لحظه مانده شدن. قصد میگیرید؟ نه هرگز. بخشیدن میتوانید؟ البته همیشگی. از مادر چی خصوصیتش در شما مانده است؟ خصوصیت های زیاد. همه چیزی که دارم و از مادر. در مردها چی را خوش دارید؟ باید که راستقولی، راستگویی، چیزی که به مردا خاص است. بله. زنها را چی زیور است؟ پاکی و پاکیزگی. در آینه عمری که گذشت چی را دیدید؟ حرمت، احترام. آرزوی بود که عملی نشد؟ ها بود، لیکن خدا خواهد اگر این آرزو را باید در روزها و سالهای نزدیک عملی کنم. تا باد چنین بادا. صدای کدام آوازخوان روح شما را آرامش می‌آورد؟ براستی همه هنرمندان را، آوازخوانان را میپذیرم، گوش میکنم و زیاد هنرمندی دوست داشتنی بسیار هم. ندانم شاید که بازم پشت هنر میرم. کودکی ها را یاد میکنید؟ زیاد. شما خیلی خوشگل و صاحب فرهنگ هستید، بی شک و تردید. سلامت. این شیوه را از کی آموختید؟ البته که از عائله، از مادر جانکم، از والدین. در زندگی از چی میترسید؟ از بدنامی. عشق سین و سال ندارد. بله. و اگر در قلب شما را بکوبد چی جوابش میدادید؟ میگفتید که برو که دیر کردی. وقتی که به تلویزیون سینما می آمده در دل شما چی گذشت؟ شاید همون یک هیجانی که لحظه که با مخلصان و با تماشابینان و با اون تاجیکان و تاجیکانی که مثال برون مرزی و تاجیکانی تاجیکستان یک لحظه که ما چشم به چشم
روبرو هم صحبت میشیم، یک چیزی که از صحبت ما با خود برداشته باشن و توانسته باشم که آن تماشابینان را قانع کرده باشیم. آخران حرف شما چی است برای بیننده عزیز؟ میخواستم زیاد در خاندان هر یک تاجیک و تاجیکستانی بزم و طرب باشد، تینجی باشد، خوشی و خرسندی باشد و همیشگی از صنعت و فرهنگ آگاه باشند و مخلصان خیرانسا رو همیشگی خوشنود و خوشروز و خوشبخت ببینم. هنری هر یک هنرمند، معرفگری هر یک هنرمند تلویزیون است و به تلویزیون، به معرفی تلویزیون هنر هنرمندان اینقدر بین مردم چشمرس نیست و خدمت تلویزیون برای هر یک هنرمند مهم است و خدمت تلویزیون برای هر یک هنرمند یک نقشی مهم دارد. جهان سپاس از شما به خاطر آنکه دعوت ما را پذیرفتید و ما هم همیشه آرزو داریم که خانواده شما پر از سرور و شادی ها باشد. سلامت باشید. بسیار خوش. تشکر. سلامت باشید. زنده باشید.